حافظ میگوید اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. صاحب در جواب حافظ میگوید هر آن کس چیز میبخشد ز جان خویش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. حالا باشه شهریار در جواب صاحب میگوید هر آن کس چیز میبخشد بسان مرگ میبخشد، نه چون صاحب که میبخشد سر و دست و تن و پا را. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم تمام روح معنا را.